مسی سال 2012 واقعا یه انسان نبود. بیاید بهتون بگم چرا. رئال مادرید سال 2024 با آنجلوتی فصل فوق‌العاده رو داشت. اونا موفق شدن علاوه بر اینکه قهرمان لیگ قهرمانان بشن، قهرمان لالیگا هم بشن و یه عملکرد بی‌نظیر رو داشته باشن. حالا جالبه که رئال مادرید اون فصل تو کل سال موفق شد 90 تا گل بزنه که یه آمار خیره کننده است. ولی مسی تو سال 2012 به تنهایی 91 گل زده بود، یعنی یه دونه بیشتر از رئال آنجلوتی. مسی تو اون سال از خیلی باشگاه‌های اروپایی مثل دورتموند، پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد بیشتر گل زده بود، یعنی تنهایی از کل باشگاه. مثلا همین کاندیدای توپ طلای امسال رو نگاه کنید. 3 تا کاندید توپ طلای امسال یعنی رافینیا، دمبله و یامال، اگر تعداد گل‌هاشون رو با هم جمع ببندی روی هم میشه 85 تا گل، یعنی مجموع گل‌هاشون از مسی 2012 کمتره. حالا به نظرتون یه روزی میرسه یه بازیکن بتونه این رکورد رو بشکنه؟ توی کامنت ها بنویسید.